اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من. چون این اولین ویدیو منه بیشتر میخواستم مثل سوال جواب بمونه و با هم حرف بزنیم و یک سری سوالاتون رو جواب بدم. اسمت چیه و اسمی که دوست داری بقیه صدات کنن چیه؟ اسمم سباه، ولی خب به خاطر اسم پیجم که ویهانه همه ویهان صدام میکنن. جمله‌ای که خیلی تو زندگی تکرارش میکنی چیه؟ ما فقط 2 روز زندگی میکنی، پس کاری که میخوای رو انجام. این کانال رو ساختم، من خیلی وقت دلم میخواستی همچین کانالی داشته باشم که بیام از زندگی و کتابایی که میخونم و اینا حرف بزنم، ولی خب به خاطر کمالگرایی و وسواس و اینا نمیتونستم ولی خب الان یکم تونستم بهش غلبه کنم. قراره اینجا ببینید، قراره زندگی روزمره ببینیم، در مورد کتابایی که میخونم حرف میزنیم و کارهای هیجان انگیز با هم دیگه بکنیم. چه کسی باعث شد شروع کنم؟ اگه منظور این سوال این باشه که کدوم یوتیوبر، میا از اون ویدیوهایی که میا و کوروش با هم نقاشی میکشن، میا و کوروش رو دنبال میکنم، تقریبا فکر کنم 6 سالی میشه، 5-6 سالی میشه و همیشه هدفمون چیه؟ من خیلی به فیلم برداری و عکاسی علاقه دارم، ولاگ‌های سینماتیک و که ادیت دارن و کلا از یه زاویه دیگر خیلی علاقه دارم و بیشتر هدفم اینه که از اون ویدیوها بسازم. چی فیلم گرفتن در طول روز بیشتر خوشت میاد؟ من در طول روز اکثرا از قهوه عکس و فیلم میگیرم، از صبحونه، چون من صبحونه نمیخورم، یعنی واقعا بدم میاد از صبحونه خوردن، ولی روزایی که تلاش میکنم پاشم برای خودم یه چیزی درست کنم یه عکسی میگیرم که تونستیم. کتاب. و دلیل اصلی، یعنی یکی از دلایل اصلی من از این چنل اینه که بشینم در مورد کتابایی که میخونم حرف بزنم. چیزی که دوست دارم بعد از این بسازم چیه؟ یه روز پاییزی با من، یا یه روز کلا با من. 2 تا از کتابایی که توی ماه خوندی چیه؟ 2 تا از کتابایی که توی ماه که نه، تو 2 ماه اخیر خوندم. زندگی ناممکن. این کتاب اگه میخواید یک کاری رو شروع کنید یا ریسک کنید، عالیه برای شروع کردن و ریسک کردن عالیه. این کتاب بهتون یاد میده که ریسک کنید و کاری که دلتون میخواد رو انجام بدید. اگه کتاب مغازه جادویی رو دوست داشتید اینو بخونید، داشون یکیه و واقعا خیلی خوبه. آرچر. بچه این عالیه، این رمانه، البته‌شون رمانه. من در مورد ژانر کتابایی که میخونم حرف نزدم، من اکثر رمان میخونم. اینجا کتاب فلسفی و روانشناسی نداریم بچه‌ها. میگم که اینجوری این کتابو نخونید، این زرده، این اگه نخونده باشید تو کتاب خون نیستی، اینا نداریم. ما هر چی بریم تو کتاب فروشی ببینیم که از قیافش خوشمون بیاد میخریم. مثلا من اون سری رفتم یه کتاب خیلی رندوم از کتاب فروشی برداشتم، مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است. احساس میکنم کتاب برای سنین 8 تا 12 ساله، در این حد. پس زیاد به این حرفای اینستاگرامی گوش نکنید که این کتابو نخون، این کتابو نخون، اینو نخون، اینو بخون. هر چی دلت میخواد بخون. آره این سر آرچرم عالیه. نمیدونم چجوری در مورد کتابو حرف بزنم که اسپویل نشه. در مورد یه خانمیه، در مورد یه زنیه که کابوس میبینه و از کابوساش فرار میکنه و میره به یک ساحل آرام و اونجا یک شخصی رو میبینه به نام آرچر که تو اون شهر خیلی احترام نمیذاره و اینا و باش دوست میشه. احساس میکنم برای ویدیو اول کافیه، پس زود در اون یکی ویدیوها میبینم تو. بای بای.